امروز قراره با صادق بریم دربند استان تهران، ولی نه اون دربندی که شما همیشه میری تو کافه عاشق لیون میکشی. میخوایم از یه مسیر دیگه ببریمتون، مسیر کوهسنگی. از زیبایی‌های مسیر هر چقدر براتون بگم کم گفتم. با اینکه اولای بهاره و درخت‌ها هنوز سبز نشدن، ولی تو رو خدا این شکوفه‌های خوشگل رو نگاه کنی. تا اینجای مسیر 30 دقیقه پیاده روی کردیم. صادق میگه تا دم آبشار نیم ساعت بیشتر نمونده. شما رو نمیدونم، ولی من از همین الان ذوق رسیدن به آبشارا رو دارم. اینجای مسیر تازه رسیدیم به اون پایینای آبشارا، اونجایی که دیگه آب صاف میشه. این مسیر میرسیم به انتهای مسیر کوچه‌های کافر و از اینجا به مسیر سنگی میخوریم که اینجا فلش‌ها رو دنبال میکنیم به سمت آبشار. فلش‌های آبی به سمت آبشار سوتک میره که راه آبشار سوتک رو به ما نشون میده. من اولین بار همچین مسیری رو دارم طی میکنم. قرار پدرم در بیاد. اینجا دیگه داشتم نفسای آخر رو میکشیدم که صادق این جمله رو گفت. یه دقیقه بیا اینجا آبشار سوتک رو نشون بدم. اینجا آبشار اصلی سوتکه. از اونجایی که من دیگه نای بالا رفتن نداشتم، تصمیم گرفتیم کمپمون رو همینجا بزنیم و یه صبونه‌ای بر بدن بزنیم. تا یادم نرفته بگم فامیلی صادق بانیدریه، ولی ما همیشه بانی صداش میکنیم. اسم کانالمونم قراره بذاریم سفرهای بانی. انصافا شما منظره رو نگاه کن از بالای آبشار چقدر قشنگه. آفتابم که تازه یواش یواش از پشت کوه اومده بیرون. خیلی خوب، تا آقا صادق داره چای رو بار میذاره من برم این گوجه ها رو بشورم و بیام تا یه املت مشتی کنار هم دیگه بزنیم.
آقا بانی زحمت کشیده برامون چای کوهی آورده. ببینیم چی از آب در میاد. به به آقا، عجب املتی شد تعریف از خود نباشه. جاتون خالی. بعد این املت چی میچسبه؟ هر چیزی که میچسبه. بانی باش مخالف بود، میگفت باید بریم بالاتر. آخه من دیگه جون ندارم که. بانیه دیگه، نمیشه رو حرفش حرف آورد. بزن بریم ببینیم بالاتر چه خبره. آخه من نمیدونم بانی جان، تو من چی دیدی که بتونم با 120 کیلو وزن از این صخره‌ها بیام بالا؟ عین گربه چسبیده بودم به سنگا. البته یکم شبیه خرس پاندا هم بود. اینجا هم آخرین آبشاری که توی این منطقه وجود داره، مجموعه آبشارهای سوده که اول فیلم اولین آبشاری که دیده میشد این آبشاره و بعد آبشارهای کوچیک‌تری که پایین‌تر. اینجا اومدنش یه ذره سخت‌تر و دست به سنگ داره. حتما باید توی مسیر مراقب باشید با چند نفر که بتونید همدیگر رو حمایت کنید توی مسیر. آقا امروز روز اول طبیعت‌گردی من. انصافه روز اول طبیعت‌گردی منو 1 ساعت پیاده آورده، قشنگ من پاره شدم، هیچی ازم نمونده. خداییش این همه ویو، چند تا آبشار تا الان دیدی؟ 5-6 تایی بود بکنم نه؟ 5-6 تا اون سمت بود که از دور دیدی.
3 تا الان تو لوکیشن یکی داری ازش لذت میبری. انصافا راست میگه، اینو قبول دارم. خیلی عکسای قشنگی گرفتیم، ویو عالی بود، لوکیشن ها خوراک عکاسی بود، خیلی خوب بود. چای توی طبیعت، استراحت، ببین هوای تازه. تو من آوردی جایی که در حد یه باشگاه بدنسازی من زور زدم. ورزش برای اعتیاد ضرر داره. ولی خوشت اومده.